لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و سلام بر پیامبر مصطفی. اما بعد، السلام علیکم بینندگان ارجمند. در کالبد خاکی آدم علیه السلام الله تعالی روح دمید و آدم علیه السلام موجود صاحب روح و صاحب ادراک و صاحب شعور گشت. روح که سری از اسرار الهی است دوستان عزیز، و تا حال بشریت با این همه پیشرفت و ترقی در علم به کنه و حقیقت آن نرسیده است و نخواهد رسید. زیرا او تعالی گفته است و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم از حقیقت روح میپرسند، بگو روح از آفریده های پروردگار من است که علم آن را به کسی بیان ننموده است و به شما تنها اندکی از علم و دانش داده شده است. روحی که چون به جسم خاکی درآید، این جسم زنده است و نفس میکشد و میشنود و میبیند، و همین که از این بدن بیرون گردد باز این جسم بی جان و بی حرکت گشته آهسته آهسته دوباره به خاک مبدل میگردد. آدم علیه السلام شخصی زنده صاحب جان و عقل و ادراک شد و عطسه زد. این رخداد بزرگ یعنی واقعی حذف شدن اولین انسان روز جمعه صورت گرفت که از سبب‌های برتری داشتن این روز بر دیگر روزها به همین خاطر است. در صحیح مسلم آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم. بهترین روزی که آفتاب طلوع کرده است، یعنی بهترین روز دنیا، این روز جمعه است، زیرا آدم علیه السلام در این روز آفریده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم نه تنها از روز این رخ داد ما را خبر دادند، بلکه از ساعتش نیز به من و شما گفتند. در حدیث صحیحی که آن را امام مسلم روایت کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: و خلق آدم علیه السلام بعد العصر من یوم الجمعه فی آخر ساعه من ساعات الجمعه فيما بین العصر الى اللیل. خداوند عزوجل آدم علیه السلام را روز جمعه پس از عصر در آخرین ساعت‌های این روز میان عصر و شام آفرید. و چون به جسم آدم علیه السلام جان دمید، نخستین کلمه‌ای که از او صدا داد این حمد و ثنای خداوند عزوجل بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی که آن را امام ترمذی روایت کرده است فرمودند: لما خلق الله آدم و نفخ فیه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه یرحمک الله یا آدم. یعنی وقتی الله متعال با آدم علیه السلام روح دمید، او عطسه زد و سپس گفت الحمدلله. یعنی او با اذن و الهام خداوندش او تعالی را حمد گفت و خداوند در جواب عطسه او با او گفت یرحمک الله یا آدم. در لفظ دیگر رحمک ربک یا آدم، ای آدم پروردگارت به تو رحمت کند. پس باید این عادت نیکی پدرمان را داشته باشیم و خداوند را بیشتر حمد و ثنا خوانیم. به آدم علیه السلام به آنگونه که طرز و شکلش به خداوند معلوم است روح دمیده شد و او انسان زنده گشت. خداوند به اهل ملکوت فرمان داد تا نزد آدم علیه السلام سجده کنند. عطار این دستور الهی را در بیت آورده گفته است: گفت ای روحانیان آسمان پیش آدم سجده آرید. این زمان ملائکه ها پر و بال خود کشیدند و همگی پیش آدم علیه السلام سجده کردند. این سجده نه سجده عبادت بلکه سجده احترام، سجده گرامی داشت بود که او تعالی خود به این سجده دستور داده بود. لحظه با هیبت بود، صحنه خیلی عجیب بود. همه فرشتگان با کمال خشوع و خضوع، با کمال فروتنی و کمال اطاعتگری امر او تعالی را اجرا نمودند. و جز یک موجود که نامش ابلیس بود، راست ایستاده بود، سر فرود نآورد. همه فرشتگان به صورت زیبای در سجده بودند. صحنه خیلی جالب و زیبا بود. تنها سرکشی ابلیس حسن و جمال آن صحنه را خللدار ساخته بود. این صحنه را خداوند عزوجل در سوره صاد نقل کرده فرموده است: فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. پس همه فرشتگان سجده کردند بجز ابلیس که او کبر ورزید و سجده نکرد و در نتیجه از جمله کافران گشت. فرشتگان از سجده برخاسته دیدند که خداوند جبار بر ابلیس غضب کرده است. ابلیسی که حسادت و کبر او را از یک موجود بهشتی که گرچه از زمره جن بود ولی میان ملائک میگشت به یک شیطان رجیم مبدل ساخت. خداوند متعال او را در حال به جهنم نافکند، بلکه فرصتش داد و با او گفتگو کرد. آنگونه که الله تعالی این گفتگو را در سوره اعراف نقل کرده فرموده است:
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت ای ابلیس چرا سجده نکردی؟ چی مانعی گشت که تو را امر نمودم که سجده بکن ولی سجده نکردی؟ سبب چیست؟ ابلیس در جواب گفت من از او بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از خاک. دوستان گرامی، اولین معصیت خدا، اولین نافرمانی در مقابل امر الله تعالی صورت گرفت. ابلیس اولین کسی است که در مقابل امر الله تعالی به عقل خود تکیه کرد و قیاس نمود و خلاصه برآوری کرد. فرمان الهی را نادیده گرفت و با عقل خود قیاس فاسد کرد. بینندگان ارجمند، اساس بندگی این اطاعت از امر الله تعالی است. احکام صحیح و صریح دینی را که الله تعالی دستور داده است بنده می باید بیچون و چرا اجرا کند. البته او تعالی حکیم است و هیچ امر و دستور بیهوده ای ندارد. در هر امر و نهی او تعالی صدها مرام و مقصدهای والاست. اما وظیفه بنده اطاعت نمودن است، صرف نظر که عقل کوتاه و کوچکی او با کنه و معنای آن امرهای الهی میرسد و یا نه. شعار بنده مؤمن این لبیک یا رب سمیعنا و اطعنا است. پروردگارا به اجرای فرمانت حاضرم، شنیدم و اطاعت میکنم. این از شعار بنده ای که خود را و خالقش را درست شناخته است. اما احکام الهی را با عقل پر از شبهات بر اساس فلسفه های زمینی ضد دینی سنجیدن و برکشیدن، سپس انتقاد و اعتراض نمودن، این رفتار است که آن را اولین بار ابلیس انجام داده بود. این رویه است که اساسگذار و پیشوای آن ابلیس است. امام طبری در تفسیر خود گفته است تعظم و تکبر عن طاعت الله فی السجود لآدم وهذا وإن كان من الله جل ثناؤه خبرا عن إبليس فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم وفيما نهاهم. یعنی ابلیس کبر ورزید و از اجرای امر الهی سرپیچی کرد. اینجا او تعالی اگرچه از کردار زشت ابلیس به ما خبر داده ایستاده است، میگوید امام طبری، ولی علاوه آیت با سرزنش برای کسانی است که همسان ابلیسند، آن مردمانی که پیش فرمانهای الله تعالی سر نمی فرارند و او تعالی را در امر و نهیش اطاعت نمی کنند و پیش فرموده های او تعالی سر تسلیم، سر تعظیم فرود نمی آرند. ابلیس به اصل و نسبش افتخار کرد. دوستان گرامی، ابلیس اولین کسی بود که منمنی کرد. من از دیگران بهتر و مهتر و دیگران از من کهترند، پایانترند گفت. در آدم علیه السلام ابلیس ملعون آن همه جمال صورت و عجابت ترکیب را ندید، آن همه تکریم و گرامی سازی خداوند را نسبت او ندید، بلکه تنها به اصل او که از خاک بود دقت کرد و او را به عقل خامش از خود پایانتر و کمتر گمان کرد و در نتیجه خودبینی و خودپسندی و کبر و غرور از امر الهی سرپیچی نمود. خود را که از آتش بود برتر دانست، با وجودی که بالفرض اگر گوییم آتش از خاک بهتر است، گرچه این قضیه نیز محل بحث است، اما اگر بگوییم دعوای او درست بود، ولی این دستاورد ابلیس نبود تا با آن افتخار کند و منمنی کند. این دستاورد نیست که کسی اصل و نسبش بزرگ و خوب است، بلکه کس هیچ نقشی در این چیزها ندارد. این که اصل او آتش بود، این اراده خداوند بود که او را از آتش آفریده بود. اینچنین اینجا آدم علیه السلام نقشی ندارد که اصلش از خاک بوده است. او را خداوندش خواسته تا از خاک آفرد. در این چیز نه از آدم علیه السلام مصلحت پرسیده شده بود و نه او این چیز را انتخاب کرده است. انسان اگر افتخار میکند باید به آن چی افتخار کند که خودش سعی کرده، کسب خودش است، خودش انجام داده، به تعبیر چیزی کسبی خودش باشد. اما نسب و رنگ و قامت و زادگاه و وطن و شکل و صورت و غیره چیزهایی نیستن که انسان به آن فخر فروشی کند و خود را برتر از دیگران و شخصانی که این چیزها را به مثل اون ندارند آنها را از خود کمتر و پستر شمارد. نه ما اگر اصل یا شکل یا حسن خوبی داریم برای خود این را انتخاب نموده ایم، ولی آن کسانی که این چیزها را ندارند نداشتنش را انتخاب کردند. این که ما از فلان منطقه یا فلان کشور یا فلان ملتیم، این انتخاب ما نبوده، بلکه اراده الهی رفته تا چنین باشیم، تا چنین هست شویم. باید برعکس شکر ما او تعالی را به این نعمتها افزونتر گردد و موجب فروتنی بیشتری ما باشد. چیزهای ظاهری دوستان گرامی از عنصر و زادگاه و پوست و زبان و قامت و این چیزها چندان ارزشی ندارند، بلکه تن آدمی شریف است به جان آدمیت. قاعده قرآنی میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند کسی است که تقوای بیشتر دارد. اما چیزهای ظاهری باشد او تعالی بندگانش را طبق اراده خود به هر کی خواهد هر چه میبخشد و هر کی را نخواهد از بعضی چیزها محروم میسازد، به دادن و ندادن ها آزمایش میکند. اما ابلیس از این حقیقت غافل شد
بلکه کبر و غرور چشمان او را کور کرد و شرافت و فضیلت موجود تازه آفریده شده آدم علیه السلام را ندید و از سجده نمودن سرپیچی کرد. ابلیس کبر ورزید، سرپیچی کرد و از آن جای پربرکت، از آن جایگاه بلند، از آن سرای قرب الهی، از آن ملکوت بلند به پسترین پستی ها افتید. دوستان گرامی، کبرورزی در داستان‌های قرآنی صفتی کافرانی سرکشی است که در نهایت به هر گونه عذاب و عقوبت روبرو به هلاکت شدند. اینچنین اگر ما به تاریخ دعوت پیامبران نگریم، کبر و غرور می‌بینیم که عاملی اساسی کافران در سرپیچی امر الله تعالی بوده است. خداوند عزوجل از زبان نوح علیه السلام نقل کرده فرموده: و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. حضرت نوح گفت: بار الها، من هرگاه که قومم را دعوت نمودم تا آنان را مغفرت نمایی، انگشتانشان را به گوششان میخلاندند تا سخنی مرا نشنوند و جامه های خود را بر سر میکشیدند تا مرا نبینند و به شدت کبر ورزیدند. دقت کنید دوستان گرامی، و به شدت کبر ورزیدند، متکبر بودند. اینچنین او تعالی از قوم متکبر و سرکش شعیب علیه السلام نقل کرده فرموده: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. اشراف و سران قوم شعیب که متکبر بودند گفتند: ای شعیب، ما تو را و کسانی را که با تو ایمان آورده است از شهرمان بیرون میسازیم. کبر و غرور عامل اساسی مبارزه با پیامبرشان گشت. عارف بزرگوار حاتمی اصم گفته است: اصل المعصیه ثلاثه اشیاء، الکبر والحرص والحسد. اساس همه معصیت ها، اساس همه گناه ها سه خصلت ذمیمه است: تکبر، حرص و حسد. ابلیس در برابر امر آفریدگار یکتا نافرمانی کرد و غضب او تعالی را به خود جلب ساخت. خداوند سبب سجده نکردن او را پرسید و او سبب بیان کرد. مرافعه ابلیس به پایان رسید و داور یکتا الله ذوالجلال مجازات او را اعلان نمود. گفت: قال فاخرج منها فانك رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. خداوند به او خطاب کرد و گفت: از این مکان با شرافت بیرون شو ای ابلیس که همانا تو رانده شده هستی و حقا که تا روز جزا لعنت من بر تو خواهد بود. تواضع سری رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. پس درسی که از این صفحه تاریخی پدرمان آدم علیه السلام میتوانیم آموزیم این است که آدمی باید خاکی باشد، زیرا خودپسندی و کبر و غرور چنان خصلت‌های ذمیمه و چنان در نظر خداوند زشت هستند که کس را به پستی ها میبرد و از همه رحمت و لطف و عنایت‌های الهی شخص را محروم می‌سازند. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک.